کشت چغندر قند با استفاده از آبیاری تیپ. چغندر قند محصولی است با توانایی بقا و تحمل شوری و خشکی که موطن اصلی این گیاه سواحل دریا بوده است. دوره رشد طولانی و ساختار ریشه‌ای عمیق آن در تحمل خشکی و شوری این گیاه تاثیرگذار است. با وجود اینکه چغندر قند گیاهی است مقاوم به خشکی، اما در بعضی مراحل رشد خود به کم آبی حساس است. از این رو پی بردن به اینکه چغندر در کدام مرحله رشد است و به چه میزان آب نیاز دارد، برنامه‌ریزی آبیاری این گیاه آسان‌تر می شود. به ویژه که با روش‌های آبیاری موضعی همراه با کم آبیاری، کشاورزان به آبیاری تحت فشار گرایش بیشتری پیدا می‌کنند و کارایی و میزان مصرف آب بهبود می‌یابد. از دیگر مزایا و محاسن کشت چغندر قند تناوب زراعی آن است، بدین ترتیب که عمیق بودن ریشه و پاک بودن مزارع آن از علف‌های هرز اجازه می‌دهد که تناوب‌های گوناگون جایگزین شود، بدین معنا که چغندر قند خاک را برای غلاتی که بعداً کشت می‌شوند در بهترین شرایط نگه می‌دارد و عملکرد این غلات را بهبود می‌بخشد. دیگر ویژگی خاص چغندر قند داشتن محصولات فرعی با ارزش است. سربرگ چغندر و تفاله مخلوط با ملاس به دست آمده بعد از بهره برداری کارخانه‌ای باعث می شود چغندر قند را گیاهی دو محصولی بنامیم: برگ‌ها برای علوفه و ریشه برای قندگیری. همچنین ارزش اندام هوایی 1 هکتار چغندر قند در بهبود حاصلخیزی خاک در صورتی که به خاک برگردانده شود برابر 20 تا 30 تن کوده حیوانی است. زمان کاشت. هر منطقه با توجه به اقلیم و شرایط آب و هوایی زمان خاص خود را برای کشت چغندر قند دارد و عموماً زمان دقیق کاشت بر اساس درجه حرارت در نظر گرفته می شود. کشت چغندر قند در اولین زمان ممکن پس از پایان یخبندان زمستان، اواخر اسفند و اوایل فروردین امکان پذیر است. در این زمان زمین باید رطوبت مطلوب را داشته باشد. هنگامی که متوسط درجه حرارت روزانه به 4 تا 5 درجه سانتیگراد رسید، می توان بذر چغندر قند را کشت کرد. مراحل آماده سازی زمین. میزان محصول چغندر قند تا حد زیادی به ساختمان خاک و آماده سازی بستر بذر بستگی دارد. آماده سازی زمینی که بستر بذر خواهد شد از اصلی ترین مراحل کاشت است. شخم زدن زمین با عمق مناسب و در زمان مناسب، همچنین به کارگیری کود و علف‌کش‌ها از مراحل آماده سازی زمین است. به این ترتیب محیط کشت مناسب برای بذرها و بوته‌های جوان چغندر قند ایجاد می شود. اهمیت آماده سازی زمین که زمان مناسب آن فصل پاییز است در این نکته است که با ذخیره سازی رطوبت کافی در خاک، زمینه برای به تأخیر نیفتادن کشت در بهار و صرفه‌جویی در مصرف آب را فراهم می کند. همچنین شخم زدن به پخش شدن کودها در سطح مزرعه منجر می شود. در شخم پاییزه باید عمق شخم 30 تا 35 سانتی متر و زمین از نظر میزان رطوبت گاورو باشد و پس از مراحل آماده سازی و پایان فصل سرما تنها یک شخم سطحی با گاواهن قلمی لازم است. چون این شخمی به از بین رفتن علف‌های هرز تازه سبز شده منجر می شود. در این مرحله می توان با دیسک خاک را نرم و کلوخ‌ها را از بین برد و با ماله زمین را کاملا تصدیق کرد. این کار فشرده شدن خاک و از بین رفتن فضاهای داخل خاک را در پی دارد و در نتیجه
حالت معینگی خاک و عمق کاشت یک نواخت را ممکن می‌سازد. نکته مهم آن است که در هنگام آماده سازی زمین رطوبت خاک زیاد نباشد، وگرنه ساختار خاک تخریب می‌شود. کشت چغندر قند به روش سنتی یا کرتی و مکانیزه و نشایی در کشور ما رایج است. از معایب روش سنتی و کرتی افزایش مقدار بذر مصرفی، بالا رفتن میزان مصرف آب و شدت پوسیدگی ریشه است. به طور کلی این روش به دلیل مشکلات فراوان توصیه نمی شود. در روش مکانیزه بذر چغندر قند در وسط یا طرفین پشته ها کشت می شود و به روش نشتی یا بارانی آبیاری می شود. در این حالت آب هیچگاه به پای گیاه نمی رسد و احتمال بیماری های گیاهی مثل پوسیدگی ریشه کمتر است. این روش با آسانتر شدن عملیات کاشت، داشت و برداشت، کاهش هزینه های تولید و کاهش مصرف آب را به دنبال دارد. آبیاری چغندر قند. چغندر قند از گیاهان مقاوم به خشکی است، تا جایی که حتی مزرعه چغندر قندی که دچار تنش خشکی شود میتواند حداکثر ظرفیت تولید خود را در صورت بهبود شرایط به دست آورد. همچنین مرحله رشد حساس به تنش خشکی در چغندر قند مشابه آنچه در گلدهی غلات دیده می شود وجود ندارد. بنابراین با وجود چنین شرایطی در خصوص چغندر قند می توان مدیریت مناسبی بر آبیاری آن اعمال نمود و در این مزارع به ویژه در شرایط خشکسالی میزان صرفه‌جویی آب را افزایش داد. از آنجا که چغندر قند ریشه‌ای عمیق دارد که آب را از عمق 90 تا 110 سانتی متری خاک جذب می‌کند و حدود 70% آب مورد نیازش را تا عمق 60 سانتی متری می‌گیرد، در صورت خشک بودن خاک و وجود آب کافی در اعماق پایین مشکلات تنش کم آبی در این گیاه به حد اقل می‌رسد. به طور کلی در مرحله جوان زنی بذر چغندر قند به آبیاری‌های سبک و متعدد نیاز دارد، اما پس از عملیات تنک یک آبیاری سنگین ضروری است و فواصل آبیاری به بافت خاک و شرایط آب و هوایی بستگی دارد. همچنین 2 تا 4 هفته قبل از برداشت باید آبیاری قطع شود، اما قطع آبیاری باید به گونه‌ای باشد که خاک آنقدر خشک نشود که برداشت با مشکل مواجه شود. خشکسالی بزرگترین مانع تولید محصولات کشاورزی مثل چغندر قند است. برای جبران این کم آبی، تغییر الگوی کشت و بهبود کیفیت آبیاری و افزایش بهره‌وری از آب و اعمال روش‌های کم آبیاری ضروری است. همچنین به لحاظ مقاومت چغندر قند در مقابل بروز تنش خشکی، استفاده از شیوه‌های کم آبیاری تا حد زیادی می‌تواند در خصوص کاهش مصرف آب در این زراعت مفید باشد و می‌تواند جایگزین مناسبی برای بسیاری از زراعت‌های با مصرف آب بالا باشد. نیاز این گیاه در لایه 60 سانتی متری زیرین تأمین می شود. چغندر قند در طول فصل رشد که حدود 200 روز است، 7000 تا 7500 متر مکعب در هر هکتار آب مصرف می کند. بیشترین مصرف آب در یک دوره 1 ماهه است که معمولاً بین 20 تیر ماه تا 20 مرداد ماه قرار می گیرد. در این هنگام که پوشش گیاهی تمام سطح زمین را گرفته، نیاز آبی چغندر قند به طور متوسط 7 میلیمتر در روز است و این میزان به تراکم محصول، خاک،
شرایط آب و هوایی منطقه کشت و به ویژه مدیریت آبیاری بستگی دارد. روش‌های آبیاری چغندر قند. آبیاری کرتی در کشت‌های دستپاش صورت می‌گیرد. درازا و پهنای کرت با توجه به جنس و شیب زمین و مقدار آب در دسترس متفاوت است. در آبیاری نشتی، آب در شیارهایی که به هنگام کاشت ایجاد شده‌اند حرکت می‌کند و رطوبت لازم به پشته‌ها می‌رسد. در این روش، عمق شیارها بین 15 تا 25 سانتی متر است و طول آن با توجه به جنس خاک و شیب زمین انتخاب می‌شود. اما در آبیاری بارانی، آب به وسیله آبپاش‌هایی که روی لوله‌ای تحت فشار قرار دارند به صورت باران به گیاه می‌رسد. هدر رفت آب در این روش کمتر ولی هزینه سرمایه‌گذاری اولیه بیشتر است. از آنجا که افزایش آب مصرفی چغندر قند عیار قند را کاهش و نیز قیمت واحد محصول را کم می‌کند، توجه به بکارگیری بهترین شیوه آبیاری ضروری است. معرفی آبیاری طیف. آبیاری طیف از انواع آبیاری قطره‌ای است که در آن آب با عبور از یک مجرای تنگ و سوراخ‌هایی که روی نوار قرار دارد بیرون می‌آید و کنار بوته می‌ریزد. نوارهای آبیاری طیف از جنس پلی اتیلن نرم در مدل‌های گوناگون در بازار موجود است که قطر آنها 9.5 تا 22 میلیمتر، فاصله دو روزنه متوالی از 10 تا 50 سانتی متر متغیر است. در روش آبیاری طیف برای مقابله با گرفتگی روزنه‌ها باید به فیلتر مناسب مجهز باشد. افزایش عملکرد و کیفیت محصول، کاهش مصرف آب، کاهش هزینه‌های انرژی، صرفه‌جویی در مصرف کود و منابع غذایی مورد نیاز گیاهان، کاهش تراکم علف‌های هرز و کنترل بیماری‌های گیاهی و نیز فشردگی کمتر خاک از مزایای آبیاری طیف است. از دیگر نکته‌های درخور توجه، کوددهی همزمان با آبیاری است که موجب یک نواختی توزیع کود در زمین، بهبود کارایی مصرف و کاهش هزینه‌های آن به ازای هر واحد تولید محصول منجر می‌شود. گفتنی است نوارهای طیف بهتر است برای جلوگیری آسیب حیوانات و کارگران مزرعه جابجایی و تبخیر آب به اندازه 2.5 تا 5 سانتی متر زیر خاک قرار داده شود. کاهش هزینه‌های تولید، کاهش مصرف آب، ذخیره کود و منابع غذایی و همچنین افزایش کیفیت محصول، ضرورت گرایش کشاورزان به روش آبیاری طیف را بیشتر می‌کند. گفتنی است در روش طیف حجم آب مصرفی چغندر قند حدود 7500 متر مکعب در هر هکتار است، در حالی که این مقدار در آبیاری کامل حدود 13500 متر مکعب در هکتار است. چغندر قند از زمان کاشت تا هنگام چهاربرگی شدن بیشتر از بقیه مراحل به کم آبی و شوری حساس است، ولی بیشترین مصرف آب هنگامی است که سطح زمین را کاملا پوشانده است. تنش آبی در مرحله رشد و نمو به قده چغندر قند عملکرد را به طور محسوسی کاهش می‌دهد. در نهایت گفتنی است رنگ سبز تیره برگ‌های چغندر قند علامت آشکاری از تنش آبی است و با مشاهده آن بلافاصله باید آبیاری را شروع کرد. در تولید چغندر قند و در مرحله داشت باید دقت کرد استفاده بیش از حد مجاز از آزوت باعث افزایش عملکرد ریشه، کاهش قند و غلظت بالای ناخالصی ها می شود
و در نتیجه بازده محصول در فراوری تبدیل به قند کاهش می‌یابد. همچنین بیماری پوسیدگی ریشه که در روش‌های سنتی و غرقابی بیشتر است، ضرورت توجه و پیگیری آبیاری به روش تیپ را بیشتر می‌کند.